قسمت قبل دیدیم در ایلام میانه 3 سلسله حکومت کردند: کیدینوها، ایگلهلگی و شوتروکیها. دست آخر نبوکدنصر، یکی از شاهان حکومت دولت شهری بابل، به ایلام لشکر کشید و حکومت شوتروکیها رو بسیار ضعیف کرد. در نهایت شوتروکیها از بین رفتند و ایلام وارد دوره ایلام نو شد. از این دوران نه تنها ایلامی‌ها به دست بابل ضعیف شدند، بلکه مردم جدیدی در همسایگی شمالیشون پدیدار شدند و پایه‌های حکومت این مردمان دیرینه رو سست‌تر کردند. پارس‌های آریایی. با این اوضاع به هم ریخته میشه تصور کرد وقتی مردم دیگه‌ای با توانایی‌های بسیار بر اسب و عرابه و آهن به منطقه اضافه شدن، ایلام در چه حالیه؟ با اینکه هنوز جزء قدرت‌های اصلی منطقه است، ولی داره آروم آروم ضعیف و ضعیف‌تر میشه. درود دوستان، من بهار هستم. اینجا براتون از روند زندگی انسان در طول تاریخ و تاریخ ایران میگم. پوزش میخوام بابت دیرکرد در انتشار این قسمت. احساسات بسیار عجیبی رو تجربه کردیم تو این 6 ماه و احساس میکنم که امروز وظیفه ما در برابر تاریخ ایران و در قبال همدیگه سنگین تر شده و به گمان من حتی پاسداشت زبان فارسی هم دیگه جز وظایف اصلی ماست و من خودم به شخصه در این مسیر دارم تلاش خودم رو میکنم. میدونم که خیلی از واژه‌هایی که به کار میبرم فارسی نیست، ولی در تلاش هستم دانشم رو تو این زمینه بهبود ببخشم. عشق و حال خوب دادن به هم بین این همه سیاهی و یادآوری و انتقال پیام عشق و امید به هم دیگه میتونه این روزا سر پا نگهمون داره. از هم دریغ نکنیم. دم هممون گرم که قسمتی از زمانمون رو به تاریخ و فرهنگمون اختصاص میدیم. تو این قسمت به بررسی حدود 3000 سال پیش تا 2800 سال پیش میپردازیم، یعنی یک بازه 200 ساله. مثل همیشه ازتون میخوام عینک‌های امروزیتون رو بردارین و با عینک‌های باستانی نگاه کنین و به خودم و شما یادآوری میکنم تمام مردمان در طول تاریخ از یک نژاد و هوموسیپین سیپین هستیم. بابت اشتباه‌های احتمالی پوزش میخوام و خوشحال میشم اگر اشتباهی دیدید بهم بگید تا من هم کنار شما یاد بگیرم. و یه نکته مهم این که یه سری کتیبه میخوام بخونم از این به بعد که اصلا مناسب کودکان نیست، پس ازتون خواهش میکنم کنار بچه‌ها گوش ندین. خب یه نگاه کلی به جهان بندازیم و ببینیم چه خبره. در قاره آمریکا اطراف خلیج مکزیک تمدن اولمک در اوج شکوهشه و 2000 سال بعد از سومری ها خط داره اونجا اختراع میشه. چین در دوره شروع سلسله ژو هست. در اروپا سلت ها هستن که اجداد اروپاییان امروز هستن. در غرب ترکیه الان حکومت لیدیه قرار داره. در کردستان سوریه حکومت هیتی به تازگی فرو پاشیده. هیتی‌ها همونان که گفتیم از مردمان هند اروپایی ها بودن و قرنها قبل به خاورمیانه مهاجرت کرده بودن. یک کمی بعد از زوال دولت هیتی، اورارتوها در بخش‌های شرقی ترکیه و در مجاورت دریای وان حکومت تشکیل میدن. اورارتوها اجداد ارمنی‌ها و گرجی‌ها هستند. در سراسر سرزمین شام یعنی لبنان، سوریه، فلسطین و اردن کنعانی‌ها زندگی می‌کنند و سامی زبان هستند. فینقی‌ها هم دسته از همین کنعانیان هستند که در سواحل لبنان و سوریه، اردن و فلسطین زندگی می‌کنند و در اوج قدرت دریانوردی و بازرگانی هستند. پادشاهی کوچکی در یمن امروزی وجود داره به نام پادشاهی سبا که همون داستان سلیمان و سبا هست. یونان در اواخر عصر تاریک تمدن میسنی به تازگی در این زمان فرو پاشیده. یه سری تک شهر داشته یونان مثل تروا که دیگه این زمان از بین رفتن و فعلا شهرک‌های کوچیکی وجود داره در یونان. یونان هنوز وارد حتی دوره کهن هم نشده، پس سنت‌های شفاهی حماسی در این دوره شکل گرفتن و زمینه ظهور ایلیاد و اودیسه هومر رو فراهم کردن. سنت شفاهی یعنی سنت‌ها و رسم و رسوم‌ها و دانشی که به جای نوشته شدن
دهان به دهان و از راه گفتار به نسل‌های بعد رسیده. می‌دونیم چون نوشتن در دست مردم عادی نیست، اسطوره‌ها و داستان‌ها سینه به سینه انتقال پیدا می‌کنه با گفتار تا در نهایت یک شخصی اونها رو به شکل نوشته در می‌آورده. ایلیاد و اودیسه 2 کتاب هستن مثل شاهنامه ما، داستان اسطوره‌ای و بسیار جذاب که به تاریخ اسطوره‌ای یونان می‌پردازه، همون داستان آشیل و هکتور و هلن. نکته مهمی که باید اشاره کنیم اینه که در همین دوران ما شاهد ورود مردمان یونانی به ترکیه امروزی هستیم. مصر دست 21مین سلسله فراعنه است. در هندوستان، هندواروپاییانی که قبلتر به هند مهاجرت کردن سمت حاشیه رود گنگ بزرگترین قدرت اون دوران هندوستان رو به وجود آوردن. عصر ودایی هندوستان هم در حال شکل‌گیریه. عصر ودایی چیه؟ مربوط میشه به ورود هندواروپایی‌ها به هند و تغییر زندگیشون از کوچ‌نشینی به یکجانشینی و شروع به تشکیل حکومت‌های اولیه. همون هندواروپایی‌هایی که توی استپ‌ها بودن حالا پخش شدن. یه قسمتیشون که آریایی‌ها هستن اومدن ایران، یه قسمتیشون رفتن اروپا و یه قسمتیشون هم رفتن هند. کتاب ریگودا هم در همین زمان در هند نوشته شده، مثل ایلیاد و اودیسه و شاهنامه به صورت سینه به سینه نقل شده نسل به نسل و در نهایت به صورت نوشته در اومده. پس ریگودا مهمترین سند به جا مونده از مردمان هندواروپاییه، همون اجداد آریایی ها. این کتاب بیشتر جنبه مذهبی داشته ولی از زبان و فرهنگ هندواروپایی ها هم به ما خبر میده. هندواروپایی هایی که توی قفقاز و استپ ها زندگی میکردن خب دست به نوشتن نداشتن و ریگودا هم بعدها در هند نوشته شده. پس نتیجه این که اطلاعات مهمی از آریایی ها تا قبل از زرتشت به ما میده، یعنی عقاید هندواروپاییان قبل از مهاجرت آریایی ها و شاید حتی قبل از مهاجرت بزرگ. قدرت‌های خاورمیانه الان آشور در شمال عراق امروزی، بابل در جنوب عراق امروزی و ایلام در جنوب غربی ایران امروزی هستند. ولی قدرت اصلی آشوره. بابل هم دیگه در دست کاسی ها نیست و قدرت به دست مردمان بومی بین النهرین یا سلسله مردان بابلی داره اداره میشه. داخل ایران هم پر از دهکده است. قوم کاسپی در گیلان و قزوین حضور دارن. دریای خزر هم اسم اصلیش دریای کاسپیان هست و از روی این قوم برداشته شده. قوم تپور در ناحیه مازندران امروزی بودن و به مازندران هم میگفتن تپورستان، بعدها شد تبرستان و نام مازندران هم از بعدها از شاهنامه اومده وگرنه اول اسمش تپورستان بوده. تپورها رو از اقوام سکاها میدونن. خود سکاها از اقوام نزدیک آریایی ها بودن. در منطقه بزرگی در شمال دریای خزر زندگی میکردن. میشه گفت تپورها هم هندواروپایی هایی بودن که قبل از مهاجرت بزرگ به سمت ایران مهاجرت کرده بودن. قوم گوتی هنوز ساکن زاگرس هست، قومی که زمانی پادشاهی اکد رو از بین برد و پادشاهیشون هم توسط سومر سقوط کرد. قوم لولوبی هم هنوز ساکن زاگرس هستن، از کرمانشاه تا حدود شمال آذربایجان حضور دارن. حالا جالبه یه موضوعی رو من اینجا باز بکنم. علت این که به اینها میگفتن لولوبی به خاطر کتیبه‌ای هست که از اورارتوها به یادگار مونده. اورارتوها به دشمن میگفتن لولو و اونها لولوبی ها رو به این نام میشناختن. در رابطه با این قوم یه موضوع دیگه هم که هست اینه که در همین زمان 3000 سال پیش پادشاهی داشتن به نام آنوبانینی. آنوبانینی یک کتیبه‌ای داره که کتیبه بیستون از روی این کتیبه حکاکی شده. تصویری که ما توی بیستون میبینیم خیلی شبیه به این کتیبه آنوبانینیه. موضوعش در رابطه با شکست دشمن به دست این پادشاهه و همونطور که میبینین پاش رو گذاشته روی این افرادی که به اسارت گرفته. یه موضوع دیگه که راجع به این کتیبه جالبه ستاره ایشتاره. ستاره ایشتار خدای میان رودانی بوده و نشون میده که لولوبی ها هم شروع کرده بودن به ستایش خدایان میان رودانی و این هم یکی دیگه از شواهده که
نمایانگر اینه که میان رودان روی مردم زاگرس نشین تاثیر زیادی میذاشتن. علتش هم که دیگه فکر کنم تا الان متوجه شدین، هم پادشاهان بعضی دوره ها به عقایدشون علاقه‌مند میشدن و اجازه ورود فرهنگ میان رودانی رو بین مردم خودشون میدادن، هم جنگ بوده، وصلت بوده، سیاست بوده، تهاجم‌های فرهنگی، همه اینا تاثیرگذار بوده. از طرفی خوزستان ادامه دشت میان رودانه و اینا خیلی به هم دیگه نزدیک بودن. اینجوریشو نگاه نکنید ما الان داریم راجعش صحبت میکنیم و مرز وجود داره، موقع مرزی هم وجود نداشته. خب قوم مانا یا ماننا یک پادشاهی کوچکی بودن در ارومیه امروزی. شهر اصلیشون ازیرتو بوده. بقایای این شهر امروز در بوکان هست. قوم قدرتمندی بودن. این مردم یه جورایی مربی نظامی سیاسی مادها شدن. مادها از اونا یاد گرفتن و راه براشون هموار شد برای تشکیل حکومت. چیزی که من فهمیدم از تحقیقاتم اینه که این مردم ترکیبی بودن از بومی‌های منطقه و آریایی‌های مهاجر. در سیستان سکاها هستن که اونها هم چندین سال قبل از آریایی‌ها اونجا زندگی می‌کردن. کلمه سیستان از سکستان گرفته شده که اون هم از سکا گرفته شده. البته این نکته رو یادآور میشم که فراموش نکنیم قبل از سکاها هم در این منطقه تمدن وجود داشته. تمدن جیرفت و شهر سوخته 7000 سال پیش. در خراسان هم تیره هایی از این مردم سکا و احتمالاً آریایی های پارت زندگی می کردن. یه همزمانی رو با هم بررسی کنیم و بریم برای ادامه. جا داره الان که به 3000 سال پیش رسیدیم بگم قوم ترک در مناطق کاملا مختلفی دارن زندگی می کنن. این اقوام در جنوب سیبری و مغولستان امروزی توی فلات‌ها و استپ‌های وسیع به ویژه اطراف دریاچه بایکال و کوههای آلتای دارن زندگی میکنن و به صورت عشایر و دامدار هستن. دلیل اصلی که ما این اقوام پراکنده رو ترک مینامیم زبان مشترکشونه. همه زبانهای ترکی امروز یه جد مشترک داره. به یک زبان نیاکانی به نام پروتو ترکی یا نیا ترکی برمیگرده که گمان میره بین 2500 تا 3000 سال پیش صحبت می شده. این اقوام یک امپراتوری یا کشور نبودن. اقوام مختلفی بودن که به زبانهای مشابهی از یک خانواده زبانی صحبت می کردن. این رو گفتم که فقط بدونیم این قوم هم در اون زمان هستن ولی بسیار دور از خاورمیانه و به صورت کوچنشین و پراکنده. و تاکید میکنم ما در رابطه با گروه‌های همزبان داریم صحبت میکنیم. قضیه اصلا ژن و اینجور چیزها نیست. خب 2 قرن اول این قسمت داده دقیقی از ایلام وجود نداره و خبر خاصی ازشون نداریم. میدونیم بعد از حملات آخر بابل تعدادی از شتروکی‌ها سعی میکنن دوباره قدرت رو به دست بگیرن ولی خیلی نمیتونن موفق بشن. از این زمان یعنی از حدود 3000 سال پیش آشوری‌ها دیگه قدرت گرفتن و دارن روز به روز خطر آفرین تر میشن. اصل لشکرکشی‌های آشور هم به زاگرس و بابل بوده. ولی ایلامی‌ها چون از نحوه لشکرکشی‌های آشور خبر داشتن و ترسیده بودن فکر می‌کردن با اتحاد با بابل میتونن جلوی آشوری‌ها رو بگیرن که در ادامه می‌بینیم با کمک به بابل باعث حملات آشور به خودشون میشن. کلی بخوایم نگاه کنیم مردم همه جای دنیا هنوز اکثرا عشایرن و تعداد کمی شهر وجود داره در این زمان. استفاده از آهنجای برنز رو در اکثر مناطق گرفته و عصر آهن شروع شده. آهن بیشتر برای استفاده های جنگی و سلاح داره مورد استفاده قرار میگیره. جمعیت جهان خیلی خیلی کمه. دانش نوشتاری بین مردم عادی نیست و فرهنگ مردم دهان به دهان و سینه به سینه میگرده و جلو میره. زندگی ها اکثراً پدر سالاریه و افراد از یک خانواده با همدیگه به صورت قبیله‌ای دارن زندگی میکنن. الان تقریبا شمای کلی از وضعیت مردم و قدرت ها دستمون اومد. میتونیم بریم سراغ آریایی ها.
اساس پژوهش‌ها آریایی‌ها قبل از مهاجرت به ایران داخل استپ‌های جنوبی اوکراین امروزی، شمال دریای کاسپین تا آسیای میانه زندگی می‌کردند. نیاکانشون رو هم ما به نام فرهنگ آندرونوو میشناسیم. اینها در واقع در دشت‌های اوراسیا زندگی می‌کردند. 2900 سال پیش وارد خاک ایران شدن. اول وارد آذربایجان میشن، بعد کم کم قوم پارس از حاشیه زاگرس کوچ میکنه به سمت جنوب و در شمال جایی که ایلامیا زندگی میکردن ساکن میشن. دلیل‌های مختلفی برای مهاجرت بزرگ مردمان هند و اروپایی بیان شده. به چند تاش من اشاره میکنم. یکیش افزایش جمعیت، کم بودن منابع، حاصلخیز نبودن محیط استپ و سرمای هوا. همه این رویدادها دست به دست هم داده تا در نهایت باعث کوچ گسترده این مردمان هند و اروپایی به سرزمین‌های مختلف شده. مطالعاتی که جدیدتر انجام شده دلیل مهاجرت آریایی‌ها رو به صورت خاص بیان میکنه. میگه که 5000 تا 4000 سال پیش ولگا که مهمترین رودخونه‌ایه که به دریای کاسپین میریزه، حجم دبیش یعنی ورودیش به دریای کاسپین کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه که سطح دریا از اون چیزی که هست پایین تر بیاد. سطح خود دریای کاسپین نسبت به دریاهای آزاد جهان خیلی پایینه، -32. حالا فرض کنید که ولگا هم حجم ورودیش کم شده. در نتیجه اقلیم اطراف دریای کاسپین به هم میریزه و علوفه دامها نایاب میشه. پس مردم اون ناحیه ناچار میشن به ارزهای پایین تر حرکت کنن. این دلیل اصلی هست که تا الان پیدا شده. آریایی ها رو بقیه قوم ها قبل از کوچشون میشناختن و توی کتیبه هاشون از این افراد اسم بردن. اینو میگم که تو ذهنتون باشه هیچ چیزی یهویی اتفاق نیفتاده. این آدما بودن، معاشرت هایی هم داشتن، حتی انگار دوره‌ای شاید پیش از ورود به ایران به آشوری ها اسب صادر میکردن و اینا مهاجرتشون آروم آروم به سمت پایین بوده دیگه، یه دفعه‌ای که پرت نشدن توی ایران. آریایی ها سلاح‌های آهنی داشتن، عرابه جنگی داشتن و با این اوصاف میتونیم بفهمیم رقیب‌های سرسختی برای جنگ بودن. این مردم چندین خدا رو میپرستیدن که همشون نیروهای طبیعت بودن. مثلا خدای آسمان، هومه یا خدای آتش، میتره یا ایزد خورشید، تیشتره یا خدای باد، آناهیتا یا خدای پاکی و زنانگی. مسئله مهم در باورهاشون این بوده که خدایان انتزاعی داشتن. یعنی چی؟ یعنی مثل مردم میان رودان بت نمی ساختن. این که آتیش درست می کردن برای عبادت به معنی پرستش آتیش نبوده. آتیش براشون نماد بوده و توسط اون به خداشون وصل می شدن انگار، مثل مهر مسلمونا. در رابطه با نظرشون راجع به دنیا هم باید بگم که اعتقاد داشتن دنیا 7 کشوره که در مرکزش ایرانه. همه جهانیان اعتقاد داشتن که زمین گرد و تخت و پایانش یعنی دورش آبه، ولی آریایی‌ها اعتقادشون این بود که آخر دنیا کوهه. اینم جالب بود، دوست داشتم بهتون بگمش. اقتصادشون مبتنی بر دامداری بوده، خیلی کشاورزی نمی کردن. گاو براشون نمادی از ثروت بوده و داشتن گاو نشونه ثروتمندی افراد بوده. عرابه داشتن و زندگیشون نیمه کوچنشینی شده بوده. این مردم خب بر اساس زندگی که داشتن ارتباط تنگاتنگی هم با طبیعت داشتن و بسیار ازش تأثیر می گرفتن و بسیار هم مردمی بودن که دنبال یافتن معنا بودن توی زندگیشون. اونها به 2 نیرو اعتقاد داشتن، نیروی خوب یا عشا و نیروی بد یا دروغ که بعداً به کلمه دروغ تغییر پیدا کرد. یه چیز جالب دیگه که داشتن این بوده که خاک براشون بسیار مقدس بوده. حالا چیکار میکردن؟ مرده هاشون رو اینا دفن نمیکردن چون معتقد بودن که خاک آلوده میشه. پس چیکار میکردن؟ یه سری گوردخمه توی کوه ایجاد میکردن، بعد با وسایلای تزیینی مرده هاشون رو میذاشتن اونجا. این هم خیلی نکته جالبیه راجع به آریایی ها. زمانی که وارد این منطقه شدن دامدار بودن و رابطه خوبی با اسب داشتن. گفتیم حتی
اسنادی هست که زمانی اسباشون رو صادر میکردن. یه چیز مهمی که ما باید بدونیم اینه که توی اون زمان خیلی اسب داشتن و ارتباط مردم با اسب رواج نبوده. یعنی اینکه این آریایی ها با اسبا ارتباط داشتن، ارتباط میگرفتن، به خاطر مکان زندگیشون بوده. چون تو استپ ها زندگی میکنن و از بچگی با اسب ها بزرگ شده بودن، اینها اسب ها رو رام کرده بودن. ولی بقیه جاهای دنیا اکثراً همون با بز و گاو و گوسفند و اینا همچنان هستن، چیزایی که تونستن رامشون بکنن و این برای آریایی های پوان مثبت حساب می شده. دیگه براتون بگم که خانواده پدر سالار کوچکترین واحد اجتماعیشون بوده. زنان بین آریایی ها مرتبه بالایی داشتن، دارایی داشتن، خرید و فروش میکردن. همین زمانهایی که داشتن آروم آروم کوچ میکردن، بینشون یک رهبر دینی به نام زرتشت، دین مزده یسنا که الان بهش میگیم دین زرتشت رو بنیانگذاری میکنه. زرتشت میاد خدایانی که آریایی ها میپرستیدن مثل آناهیتا و تیشتر و اینها رو به عنوان دستیاران خدا یا فرشتگان مقرب خدا قرار میده و یکتا پرستی رو رواج میده. یعنی اینا همه میشن فرشتگان مقرب اهورامزدا. دین زرتشت دین ترویجی نبوده، یعنی به کسی تحمیلش بکنن یا بخوان بقیه آدما رو هم جذب بکنن، اینجوری نبوده. بسیار هم انعطاف پذیر بوده این دین و خیلی به خودشون سخت نمی گرفتن و فشار نمی آوردن. کلا دقت بکنیم توی تاریخ گذشته آریایی ها از همون ابتدا خیلی سخت نمی گرفتن، آسونگیر بودن، خیلی روی مسائل کلید نمی کردن. یعنی طبق زمانه اگر چیزی تغییر می کرد سفت و محکم خشک مذهب نبودن، اینجوری بهتون بگم، تعصب نداشتن. و اگر چیزی بوده که می دیدن زمانه عوض شده، تغییراتی تو محیط ایجاد شده، نسبت به اون تغییر می کردن. بسیار آریایی ها انعطاف پذیر بودن و میشه گفت تمام این خشکی ها و سفتی ها شاید بتونیم بگیم از میان رودان به ما انتقال پیدا کرده. کتابی هم داره به نام اوستا که بسیار زیاد بوده ولی طی حمله اسکندر و اعراب مقدار کمیش رو ما الان در دست داریم. 5 تا بخش اصلی داره که من 2 تاشو اینجا براتون میگم. اینکه یکیش گاته ها بوده، 3000 سال پیش نوشته شده و سخنان خود زرتشته. یکیش هم یشت هاست که 2900 سال پیش نوشته شده. این کتاب سروده های مقدسه. حالا چرا من این کتاب رو الان نام بردم براتون؟ چون توی این کتاب برای اولین بار به کلمه ایران اشاره شده. کلمه آیریانا وایجه، یعنی سرزمین مردمان آریایی. حالا من یه چیزی هم راجع به این یکتا پرستی که زرتشت آورد بگم. اینکه در اون زمان همه بت میپرستیدن و اینکه یه گروهی بیان یکتا پرست باشن، خودشون قابل لمس و دیدن نباشه، یه دونه باشه، کل دنیا رو یه نفره اداره کنه، اینا همش عجیب غریب بوده. اینو هم حتما گوشه ذهنتون داشته باشین، چون این برای ما الان عادیه. این که میگم خدایان انتزاعی داشتن، بت نمی ساختن، خیلی عجیب بوده براشون. فکر کنید یه خدایی که تو اون زمان دیده نمی شده و یه دونه خدا بوده همه رو اداره می کرده. البته اینم بگم که زرتشت اولین یکتا پرست نبوده. یه مدت قبلتر هم گفتیم حضرت موسی که پیامبر سامیه در یک جای دیگه یکتا پرستی رو رواج داده. در آخر این که آریایی ها معتقد بودن که یک خدای یگانه به نام اهورامزدا وجود داره که آفریدگار همه نیکیاست و جهان هم صحنه نبرد بین 2 نیروی متضاده، نیروی نیکی و نیروی بدی، و انسان باید به سوی نیکی بره، به سمت پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. اوستای زرتشت هم همینجوری ساختار دوگانه باورانه داره، یعنی هر آفرینش نیک اهورامزدا با ضد آفرینش اهریمن همراهه. مثلا راجع به ایران میگه که اهورامزدا نخستین سرزمین نیک را آفرید، ایران ویج را، در کنار رود ونگهویدایته. پس اهریمن دیو آفریده برای تباه کردن آن زمستان مرگبار را پدید آورد. در اوستا ما میتونیم اینو ببینیم که آریایی ها
رسما عاشق مکانی شده بودن که وارد شدن، یعنی ایران ویج. یه جورایی ایران براشون به دین و ایمونشون وصل شده بوده. اوستا این سرزمین رو سرزمین نیک اهورایی و جایگاه اشه یعنی راستی معرفی میکنه و در برابرش سرزمین دروغ یا دروغ رو قرار میده. این یعنی ایران ویج براشون خانه ارزش ها بوده، نه فقط یک جغرافیا. معتقد بودن اهورامزدا هیچ جایی رو در دنیا مثل ایران ویج نساخته و میگفتن ایران بهترین جاست. همه اونجا سیر میشن و گشنه نمیمونن. شاید عشق ما به ایران هم از اون زمان نشأت میگیره. همه اینها نشون میده آریایی ها قصد ترک کردن این محل رو نداشتن. ولی سوال پیش میاد که با این قدرت هایی که توی منطقه بودن، اینا چطور تونستن وارد منطقه بشن و موندگار بشن؟ از طرفی قدرت اصلی منطقه یعنی آشور نو آغاز شده و میدونیم توی منطقه اجازه نفس کشیدن نمیده. قدرت نظامی فوق‌العاده‌ای داره، ابزارهای جنگیش از آهنه و میشه گفت تا این زمان آشور خیلی قدرت نداشته. آشور کهن بیشتر یک قدرت تجاری بوده. آشور میانه هم آغاز تبدیل شدن به یک قدرت نظامی. ولی آشور نو در اوج گسترش و قدرت این مردم بوده. پس آریایی ها چطور از این همه دهکده و قبیله عبور کردن و موندگار شدن؟ وقتشه یکم بریم سراغ آشور تا بتونیم به این سوال جواب بدیم. کتیبه های زیادی از پادشاهان آشوری وجود داره که توی بیشتر اونها از کشورگشایی ها و به آتش کشیدن ها و چپاول هاشون صحبت میکنن و بسیار هم به خودشون میبالن. دونستن این نکته مهمه که در اون دوران حکومت‌های خاورمیانه بیشترشون خشن بودن. اصلا حکومت ذاتشون زمان خشن بود. اینطوری باید می بود. ولی خب آشور یه لول از بقیه خشن‌تر بوده. کتیبه هایی که از آشور باقی مونده به کارهای اشاره میکنه که واقعاً وحشتناکه. درسته بزرگنمایی هم وجود داشته ولی حتی با معیار باستان هم کارهای عجیبی میکردن و نمیشه به همین سادگی ازشون گذشت. در هر صورت تاریخ گذشته را هم نمیشه با نگاه امروزی دید و قضاوت کرد. منابع کم بوده، همه چی با شمشیر و سرکوب پیش میرفته، مذاکره معنی نداشته، رویه اینجوری کار میکرده. خیلی کم پیش میومد پادشاهی پیدا بشه که سعی کنه بدون جنگ کارشو پیش ببره. از طرف این مردم همون قومی هن که روزگار طولانی ساکن میان رودان بودن و از گزند همین قدرت‌ها در امان نبودن. آسیب‌های زیادی دیدن و از دیدن حکومت‌های مختلف طی قرن‌ها درس‌های زیادی در رابطه با حکومتداری در خاورمیانه گرفتن. نمیشه هیچ اتفاقی رو در سیر تاریخ نادیده گرفت. تازه خیلی چیزا رو ما حتی نمیدونیم. اون دوره از زندگی بشر و نیروی جمعی باعث شده بود که حکومت آشور و اتفاقات زمانه به این صورت رقم بخوره. بین این دو ناحیه یعنی بین میان رودان و زاگرس جنگ ابدی ازلی انگار وجود داره. یه مسئله اقتصادی بوده اون زمان. اونور کشاورزی خیلی بیشتر رونق داشته به خاطر اینکه دشت بوده. اینور مواد معدنی زیاد بوده چون کوه بوده. و خب نسبت به اون چیزی که منطقه داشته اینا اینور نمیتونستن خیلی کشاورزی بکنن. اونا اونور مواد معدنی نداشتن. نیروی جنگ میان رودانی نیاز به شمشیر داشته. طی سالیان اول از سنگ استفاده کرده، بعد مس، بعد آهن و چون اینها رو تو سرزمین خودش نداشته از زاگرس باید میگرفته.
از طرفی این طرف هم چون کشاورزی گسترده وجود نداشته، مردم نیازمند غله بودن تا سیر بمونن، مخصوصا نیروی نظامی، نیروی کارگر، اونهایی که زیگورات ها رو می ساختن، اینها نیاز به غذا داشتن و نیاز به غلات داشتن تا بتونن این کارگرها، این جنگجوها رو سیر نگه دارن. به خاطر همینه که این جنگ ها نسل به نسل منتقل شده بین این دو ناحیه. زمانی که آریایی ها داشتن ریز ریز می اومدن داخل ایران، اوضاع عادی نبوده. آشور در حال حمله‌های پی در پی به نقاط مختلف بوده، به خصوص همین زاگرس. در این دوران آداد نراری پادشاه آشوره، خودش رو شاه 4 گوشه جهان مینامه و در حال پایدار کردن مرزهای پادشاهیشه و میخواد یک پایه نیرومند ایجاد بکنه برای دستاوردهای جنگی آیندهش. به بقایای آرامی ها، هیتی ها، لولوبی ها، گوتی های زاگرس مدام لشکرکشی و چپاول میکنه. آریایی ها هم که مردم استه با آهن و اسب و عرابه و اراده بسیار و عاشق محل زندگی جدیدشون دارن همینجوری آروم آروم میان داخل. اقوام ساکن در ایران طی لشکرکشی آشور هم بسیار ضعیف شده بودند. بیشتر هم زاگرس نشین و کوهنشین بودن، قبیله‌ای زندگی می‌کردن و حکومت و سپاه منظم و اینا نداشتن. از طرفی هنوز هم دارن از مفرق استفاده می‌کنن و آهن هنوز ندارن، عصر آهن اینجا هنوز شروع نشده، چه برسه به اینکه توان مقابله با یک قوم جدید رو که آریایی ها باشن بخوان داشته باشن. شاید به خاطر این بوده که آریایی ها با قدرت تونستن راحت تر وارد بشن. شاید همین اقوام داخل ایران برای اینکه دیدن آریایی ها اسب و عرابه و آهن دارن، خواستن با اینا متحد بشن که در برابر آشور بتونن مقابله کنن. چون خب داشتن اسب هم گفتیم خیلی رواج نداشته، آهن هم که اینها نداشتن. خلاصه حملات گسترده آشور همه رو، حتی ایلام و بابل هم ترسونده بوده. مخصوصا بابل، چون آشور در همسایگی شمالیش بود، ولی خب کم هم نمی آوردن، مدام لشکرکشی میکردن به آشور و شاید این ترس‌ها بوده که باعث شده آریایی ها راحت تر بتونن وارد بشن. بعد از این شاه آشور آدات نراری دوم شاه میشه. اون طرف توی بابل هم شاه شخصی بوده به نام نبوشون اوکین اول. در یک بازه زمانی اینا شروع میکنن به هم حمله کردن، بابل شکست میخوره و ناحیه بزرگی به دست آشور میافته. بعد از مدت کوتاهی بینشون صلح برقرار میشه و در نهایت شاه بابل مجبور به امضای پیمان صلح میشه. جنگ تموم میشه و آداد نراری براشون مالیات تعیین میکنه. این صلح باعث میشه که مرزهای بابل و آشور تا مدتی تغییر نکنه و جنگ بینشون پایان پیدا بکنه. سالها میگذره، آداد نراری میمیره، پسرش قدرت رو به دست میگیره و باز به صلح پایبند میمونه. ولی بعد از مرگ پسرش نوش پادشاه میشه و اون هم کسی نیست جز آشور نصیرپال که بسیار خشن، کاردان و مثل اوایل پادشاهی پدربزرگش شروع میکنه به لشکرکشی کردن. آشور در این زمان به طور شگفت‌آوری باز با ایلام کاری نداره. بخوایم دقیق نگاه کنیم خب خیلی اینا از همدیگه دورن و آشور بیشتر با زاگرس و بابل سر و کار داره. بخوایم دقیق تر نگاه بکنیم در این دوران شاه بابل هم نبو آپل ایدین بوده که خیلی نمیذاشته جنگ ها گسترده بشه، سیاستمدار بوده و داشته کشورش رو سر و سامون میداده. پس آشور به کجا حمله میکرده؟ جایی که ضعیفتر باشه و لقمه چرب و نرمتری باشه و اونجا زاگرس بوده. بارها به زاگرس حمله میکنه و ما اینجا در زاگرس یه منطقه‌ای داریم به نام زاموا، میشده بخشایی از کردستان، کرمانشاه و غرب زاگرس که ما در این زمان تو کتیبه ها به این کلمه برمیخوریم و در واقع مردم زاگرس نشین بین دریاچه ارومیه و حکومت ایلام رو بهش میگفتن منطقه زاموا. یه منطقه هم در جنوب زاموا بوده به نام اتحادیه آلیپی که در اونجا هم مردم قدیمی زاگرس و احتمالا مردمان پارسی تازه ورود زیست داشتن و این دوتا منطقه یعنی زاموا و اتحادیه آلیپی هدف اصلی لشکرکشی های آشور بودن. دلیل های مختلفی داشته، هم معدن سنگ و فلزات بوده، هم در میانه مسیرهای مهم ارتباطی بوده و همین که خب اینا ضعیف‌ترینا بودن دیگه، الان فقط به اینا میتونستن لشکرکشی بکنن و غنیمت بیارن.
آشور نصیرپال هم حسابی از خجالتشون در میاد، بارها به اونجا لشکرکشی میکنه، غنیمت میاره، ازشون مالیات میگیره، دست آخر مالیات سنگین تعیین میکنه و میره، ولی هر سال برای جمع کردن مالیات برمیگرده. با اینکه مردمان این ناحیه سعی میکنن تا سالهای بعدش با هم متحد بشن، خودشون رو آماده کنن و پاسخ محکمی به آشور بدن، آشور نصیرپال به بهانه ندادن مالیات باز حمله میکنه و این بار حتی با لشکر آماده تر. افراد اتحادیه رو به بردگی میبره، زاموها رو به آتش میکشه. نه تنها زاموها رو جزئی از قلمرو آشور میکنه، مردم بیچاره زاموها رو هم اذیت میکنه. یعنی به دنبال این مردمان میره و در کوه اینها وقتی پنهان میشدن اینا رو پیدا میکرده، اونجا هم ولشون نمیکرده. جالبه بدونیم همین باعث میشه که تاریخ کشور ما به این سمتی که الان رفته پیش بره. باعث میشه بعد از نابودی قدرت در این مناطق، مادها در همین نواحی پادشاهی ماد رو تأسیس بکنن. خیلی دوست ندارم نظر خودم رو بگم، ترجیح میدم که قسمتی از متن کتیبه رو براتون بخونم تا خودتون قضاوت بکنید. بازم میگم کتیبه سنگینه و مناسب کودکان نیست. شهرهایشان را محاصره کردم، فتح کردم، ویران کردم، با آتش سوزاندم. شاهانشان را زنده زنده پوست کندم و پوستشان را بر دیوار شهر آویختم. بسیاری از اسیران را زنده سوزاندم و شمار زیادی را به عنوان غنیمت زنده گرفتم. از برخی اسیران دستها و پاها را بریدم. از دیگران بینی، گوش و انگشتان را بریدم و چشمان بسیاری را درآوردم. ستونی از سرهای بریده ساختم و اجسادشان را به درختان آویختم. پسران و دختران جوانشان را در آتش سوزاندم و خانه ها را ویران کردم. آشور نصیرپال توی کتیبه هاش با جزئیات بسیار به وصف خشونت ها میپردازه. این کار یک استراتژی حساب شده بوده برای ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان و جلوگیری از شورش داخلی. همین استراتژی باعث میشد اینها هر جا که حمله میکردن مردم تسلیم بشن و نجنگن. اینجوری آشوری هم راحت تر میتونستن چپاول بکنن. حالا غیر از بزرگنمایی ها میدونیم که ارتش بسیار پیشرفته‌ای داشتن، نظم خیلی خوبی داشتن و هماهنگی تیمی هم داشتن. میشه گفت به هر جای یک بار لشکرکشی نمی‌کردن، بارها حمله می‌کردن و حتی افرادی که فرار می‌کردن رو هم ول نمی‌کردن، یا می‌کشتنشون یا به اسارت می‌گرفتن. این جنگ ها باعث شده بود که آشور وقتی به جای حمله می‌کنه افراد انقدر از جونشون می‌ترسیدن که همه چیزشون رو به آشور میدادن. از طرفی مردمی که آشور بهشون حمله میکرد اکثرا عشایر بودن و قبیله‌ای زندگی میکردن و ارتش منظمی نداشتن. فقط بابل و ایلام بودن که سالیان طولانی حکومت داشتن و ارتش منظم داشتن و میشه گفت قدرتمند بودن. آشور بعدها سراغ هیتی ها و آرامی ها هم میره و خیلی از اقوام رو تار و مار میکنه. این پادشاه با پولهایی که از این جنگ‌ها و غنیمت‌هاش به دست می آورده شهرسازی می‌کرده، ساخت و ساز می‌کرده. آشور رو هی بزرگتر و بزرگتر می‌کرده، انقدر بزرگ که آخر میرسه به مدیترانه، جایی که فینقی‌ها زندگی می‌کردن. به اونها هم حمله می‌کنه. یه شهر جدید می‌سازه به عنوان پایتخت آشور به نام شهر نمرود در شمال عراق کنونی. به این شهر کلخو هم میگن. شهر خیلی خفنی بوده، باغ‌های زیادی داشته، برج‌های ساختمانی داشته، زیگورات داشته، کاخ‌هایی با نقش برجسته‌های فراوان ساختن داخلش و مجسمه هایی داشته با نام لاماسو. لاماسو ها همون مجسمه هایی هستن که با چهره انسان و بدن حیوان و ریشه بلندن و لاماسوهای تخت جمشید هم از معماری آشوری تأثیر گرفتن. در کل معماری هخامنشی بسیار شبیه به معماری آشوریه. این شهر داخلش باغ گیاهشناسی و جانورشناسی داشته، کتابخونه توش داشته شامل هزاران لوح گلی ارزشمند و همه اینها جالبه. خیلی دوران قدیمی رو ما داریم راجعش صحبت میکنیم، بودن 2700-800 سال پیشه. در نهایت آشور نصیرپال، این مرد قدرتمند، هم با این همه ثروت و شهرت و قدرت نمیتونه توی این دنیای فانی دوام بیاره و در آخر میمیره. مردم فکر میکردن خلاص شدن، ولی بعد از آشور نصیرپال شلمنسر سوم یعنی پسرش پادشاه آشور میشه که حتی از پدرش هم بدتر عمل میکنه. به مردم عادی فکر کنیم که قرنها در این عذاب بودن، چقدر ترس داشتن، چقدر غم و از همه مهمتر چقدر امید داشتن.
شلمنسر سوم 35 سال حکومت کرده و توی این مدت به طور خستگی ناپذیری به گسترش امپراتوری آشور ادامه داده. آشور رو به اوج قدرت خودش رسونده. کارش رو هم با حمله به ماننا شروع کرده. در ادامه به زاگرس و دمشق و شهرهای فینیقی و بابل و تقریبا به همه جا حمله کرده. توی کتیبه‌های آشوری ما برای اولین بار در 837 پیش از میلاد، یعنی حدود 2800 سال پیش، به آریایی ها برمیخوریم. شلمنسر توی سفر جنگی که به زاگرس داشته از 2 منطقه نام میبره، منطقه پارسووا و آمادای، که براشون پیروز شده و براشون مالیات تعیین کرده. از این کتیبه اینو میشه فهمید که احتمالاً آریایی ها در اون زمان از همه این جنگ ها و اتفاقات منطقه استفاده کردن و خودشون رو بین مردم ساکن کردن. میدونیم که پارس ها هنوز قبیله‌ن توی زاگرس، ولی خب وقتی با عنوان خاص خودشون داره راجبشون صحبت میشه، پس احتمالاً دیگه برای خودشون جا باز کردن، ولی هنوز به استان فارس نیومدن، چون میدونیم که ایلام اونجا مستقره. توی این کتیبه از منطقه پارسوها و آمادای صحبت میکنه که احتمالاً منظورش مکان زندگی پارسها و ماد هاست. ما از این کتیبه میفهمیم که این مردم ضربه بسیار سختی خوردن از آشور، ولی جالبیش اینجاست که همه این فشارهای مستمر آشور بود که باعث شد قبایل پراکنده ماد برای مقابله با این دشمن مشترک متحد بشن و با همکاری بابلی ها امپراتوری آشور رو نابود بکنن. علاوه بر این مناطق، شلمنسر دوباره به مدیترانه لشکرکشی میکنه، به فینیقی ها حمله میکنه و محرکی میشه که این مردم از اون ناحیه مهاجرت بکنن، برن به سمت اسپانیا و اسپانیا پر میشه از قبیله های کوچک فینیقی تبار. در این زمان بابل شاهی داشته به نام مردوک زاکرشومی اول. در دوران حکومتش آشور به بابل لشکرکشی میکنه و در نهایت یک پیمان صلح منعقد میشه. شلمنسر بدون ویرانی بزرگی عقب نشینی میکنه. جالبه که شلمنسر یعنی شاه آشور تازه کمک بزرگی هم به مردوک میکنه. مردوک زاکرشومی برادری داشته که علیه شورش میکنه و باعث هرج و مرج داخلی میشه. آشور به کمک پادشاه بابل میاد و ازش حمایت میکنه. مردوک رو میشونه رو تخت پادشاهی و برادر شورشی رو هم میکشه. در نهایت همه اینا باعث میشه که یه رابطه خوبی بین آشور و بابل برای مدت طولانی ایجاد بشه. شلمنسر از نظر نمادین به شهر مقدس بابل میره و توی یک معبد بزرگ مختص خدای مردوک قربانی میکنه. حالا سودش برای آشور چی بوده؟ این یک حرکت سیاسی مذهبی هوشمندانه بوده. باعث جلب رضایت کاهنان و مردم بابل میشه. هدفش هم نمایش قدرت و اقتدارش بوده و هم تبدیل بابل به یک دولت دست نشانده. در ادامه ما یه سناریوی تکراری میبینیم، اینکه مردوک زاکرشومی به نشان وفاداری دخترش رو به عقد پسر شلمنسر سوم در میاره. پسرش کی بوده؟ شمشیادات پنجم. این نکته رو توی ذهنتون نگه دارید که ما در ادامه میخوام راجبش یه چیز مهمی رو بگم، اینکه مردوک زاکرشومی یعنی شاه بابل دخترش رو به عقد پسر شلمنسر سوم در میاره که شاه آشور باشه. خب شلمنسر 2 پسر داشته، یکیش همین شمشیادات پنجم بوده، یکیش آشوردنینپال بوده. شمشیادات به پدرش وفادار بوده، ولی آشوردنینپال میاد مردم رو برای شورش جمع میکنه. 27 شهر مهم آشور از جمله نینوا هم ازش حمایت میکنن. شمشیادات سرکوب شورش رو بر عهده میگیره. در نتیجه یک جنگ داخلی خونین 6 ساله پدر از بین میره و نهایتاً تخت میرسه به شمشیادات. در این زمان هم توی بابل مردوک بلاتسوبقی که احتمالاً پسر همون مردوک زاکرشومی بوده حکومت رو به دست میگیره. شمشیادات برعکس پدرش خیلی میونه خوبی با بابل نداشته، به خاطر همین بهشون حمله میکنه و جالبیش اینجاست که این بار شکست میخوره. چرا؟ چون مردم اطراف با بابل همراه میشن و حمله آشور رو دفع میکنن، مثلا با ایرامی ها. شمشیادات هم کم نمیاره، دوباره میره سراغ بابل و در نهایت باعث فرار شاه میشه. طبق روال همیشه آشور اسیرهای زیادی میگیره و بابل رو ویران میکنه. داستان خب تکراریه، باز شاه بابل از شاه آشور شکست میخوره. بعد از مرگ شمشیادات یه اتفاق جالبی میفته.
یکی از زنهای این مرد پسری داشته به نام آدادنراری سوم که وقتی به حکومت میرسه خردسال بوده. پس مادرش یعنی شمورامات یا سمورامات به عنوان نایب السلطنه به مدت 5 سال قدرت رو به دست میگیره. یعنی تا وقتی که آدادنراری به سن مناسب برسه و قدرت رو بتونه منتقل بکنه. این زن تنها ملکه آشوریه که اسمش توی کتیبه های رسمی با عنوان شاهوار یا مادرشاه بزرگ اومده. اون نکته‌ای بود که گفتم شاه بابل دخترش رو میده به پسر شاه آشور. خیلی اسم این زن با افسانه های یونانی درآمیخته است، با اسم سمیرامیس، و میگن که این زن همون دختر شاه بابل بوده و اون رو به بابل و باغ‌های معلق بابل نسبت دادن. این موضوع اثبات تاریخی نداره، در رابطه با کارهاش هم ابهاماتی هست، ولی اینکه قدرتمند بوده و 5 سال قدرت رو در دست داشته، این رو ما ازش کتیبه داریم. توی کتیبه ای ازش چنین یاد شده: سنگ یادبود سمورامات، شهبانوی شمشیاداد، پادشاه جهان، پادشاه آشور، مادر آدادنراری، پادشاه جهان، پادشاه آشور، عروس شلمنسر، پادشاه 4 گوشه عالم. زنان توی امپراتوری آشور حق تصدی هیچ منصب قدرتی رو نداشتن و سمورامات بی تردید از قدرت کافی برای در اختیار گرفتن و حفظ چنین جایگاهی برخوردار بوده. میدونیم که در نهایت سمورامات تونسته ثبات و آرامش از دست رفته رو به سرزمین خودش یعنی آشور برگردونه. در رابطه با کارهاش ابهامات وجود داره، اما به نظر میرسه که چندین برنامه ساخت و ساز به دستورش شروع شده و از حکومت آشور خوب مراقبت کرده. اما حکومت بابل با بی‌ثباتی وارد قرن بعد میشه. آریایی ها هم با استفاده از موقعیت به دست اومده دیگه کم کم با مردمان زاگرس دارن متحد میشن. ترکیه دیگه کاملا یونانی نشین شده در آخر این قرن و شهرهای مهم و معروف یونانی مثل میلتوس و اسمیرنا توی آناتولی تأسیس و به مراکز مهم تجاری، فرهنگی و فلسفی جهان تبدیل شدن. توی کتیبه آشوری در این زمان اشاره میشه به اینکه سفیری از ایلام رفته آشور و همونطور که گفتیم به دلیل فاصله زیادی که داشتن و درگیری خاصی که بینشون نبوده، ایلام به خاطر ترسی که داشته با بابل متحد شده بوده برای حمله و تلاش برای نابودی آشور. میبینیم که آشور چندین بار به ایلامی ها تذکر داده، اما ایلامی ها با یارکشی اشتباه و کمک به بابل در این زمان باعث تیر و تار شدن روابط ایلام و آشور میشن. در اواخر این دوران مادها نه به صورت حکومت متمرکز بلکه به صورت قبیله های پراکنده در فلات ایران دیگه حضور دارن و زیر سلطه آشور مجبور پرداخت مالیات هستن. پارس ها هم هنوز یک قدرت متمرکز نیستن. خارج از محدوده حملات مستقیم آشور در حال آماده شدن برای در دست گرفتن حکومت دارن زندگی میکنن. ایلام در این مقطع هنوز قدرتمنده ولی اوج شکوه خودش رو پشت سر گذاشته. از زمان شلمنسر سوم هم متحد شده با بابل و در حملات بابل به آشور داره به صورت متحد اصلی بابل کمک میکنه بهشون. با وجود ضعیف شدنشون بعد از ایلام میانه باز هم قدرت نظامی بزرگی به حساب میان و برای آشور تهدید حساب میشن که توی قسمت بعد بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. ممنون تا اینجا همراه من بودین. امیدوارم لذت برده باشین.